میان تاجیکستان و قرقیزستان تیراندازی صورت گرفته است. حادثه اول در دهه سامانیان جماعت دهات چارکوه اسفره و دوم در مرز ناحیه باباجان غفورو ولایت سوغد با ناحیه لیلک ولایت بادکن رخ داده است. مقامات تاجیک تاکنون به طور رسمی در رابطه با این حادثه ابراز نظر نکردند. زبیدالله شامدوف سخنگوی حکومت شهر اسفره روز 23 دکبر در صفحه فیسبوکش نوشته است که ساعت‌های 10 شب گذشته خانه استقامتی ساکن دهه سامانیان جماعت دهات چارکو محمد جان داوودов هدف تیراندازی قرار گرفته است. با نوشته شامدوف بر اثر این تیرپرانی شیشه‌های منزلی استقامتی این ساکن جماعت چارکو تیر تا به جای خواب و دیوارهای خانه برخورده است. سخنگوی حکومت شهر اسفره در ادامه نوشته است که در مناقشه ماه اپریل خانه این ساکن دهه سامانیان از طرف ساکنان کوکتاش بادکن با کامی آتش رفته با کمک مقامات از نابنیاد گردیده بود.